کوبلینگ باید آزاد شه. کوبلینگ باید بره پایین. کوبلینگ پایین نمیره. چرا؟ اینو باید هول بدی. آره. اینو هول بدیم، این آزاد کنه. تموم شد. بده من. حالا. حساب بریم تمومی؟ الان این طریقه پوشیدن این دستگاه هم کتی اینجوریه. خب دوستان این به صورت کتیه، مثل کت میپوشی. درسته؟ پوشیدیم بندای پایینش اول سفت میکنی. این بنده هم صفر میکنه. این الان آماده شد، درست شد. تو دوش منه قشنگ. اینا بخواد شل باشه تو عملیات تو اذیت میکنه. شاید 2 دقیقه بخوای کار کنی اذیت نمیکنه. نیم ساعت بخوای کار کنی اذیت میشه. باز پوشیدن به گفت. باز کردنش هم نها کنی. مجید دوستان باز کردن این پالو نکن خودش باز میشه. این صفر از این وسیله برداشتیم؟ این دوتا اینجا اینا بالا اینا خودش شد. دستگاه تنفسی بر نداشتن؟ نه. آقای کلا روشن کرد. احسان لباسی بپوش. لباس پوشیدن هم همین آقا. دو دست بنداز داخل. تموم شد پوشیدی. ای دو ساعت بگیری یا داستان درست کنی یا محسن میکنم. من اصلا نمیخوام سرعت بزنم، خیلی عادی میزنم. 30-40 ثانیه 30 ثانیه هم میزنم. به من باید یه ذره مشکل این دستگاه کتی این چیشو نگفتم رضا اونجوری که رضا پوشید آره این دوتا اینجوری تو دست میگیری یه تیکه گرفتم پاک میکنم. چرا؟ میرای بالا فیلم هست پشت لباس بذار سرکس یه جوری این ناگو من خودم پوشیدم متوجه شدم درست نیست. چرا؟ چون این تا آخر بالاه. اینو باید باز کول کنم قشنگ توی کلم بره. نه قبل اینکه بپوشه صفر بود. آره. یا این چونه اینو بکش الان تازه جان آره. نه یوسف فقط نتاونه. درسته؟ این پایین این دوتا بند بگیر اینجوری نکن رفتای خودت الان این سفت دهنی یه ورتست هم میگیری که دیگه کالای بزن بعد دهنی رو بس کن الان من آماده هم خب خفم نمیشم. از اینجا دهنی نزنم اکسیژن هم مصرف بشه میام پایین نواکشی کارام انجام میدم دم میاد تو لاپله دود داره این شیر کنم رفتم تو لاپله اینه بس میکنم اوکی؟ طرف تو ماشین میگیره میبوشه دستگاه بس